استارت. بله. چرا چیز میشه اکو میشه صدا؟ نه الان اوکی شد، چون من یه اسکایپ دیگه باز میکنم برای اینکه این استارت رو بزنم، به خاطر اکوش. خیلی خوب ادامه بدیم. من اینم که شیر کردم، تصویرم که داریم. سوان دیگر نمیتوانست این دو را در ذهن خود از هم جدا کند و آنها را در واقعیت نیز به هم آمیخته یافت. مهربانی خانم وردورن به شوخی‌هایش جنبه جدی و مهمی میداد که در نتیجه دیگر نمیشد آن مهربانی را هم بی‌آلایش دانست. به خانه اودت رفت، دور از او نشست، جرأت نمی‌کرد او را ببوسد. نمی‌دانست بوسه در او در اودت مهر می‌انگیزد یا خشم. چیزی نمی‌گفت، در سکوت مرگ عشقشان را تماشا می‌کرد. ناگهان تصمیمی گرفت. گفت اودت عزیزم، میدانم که از من بدت میآید، اما چیزهایی هست که باید از تو بپرسم. یادت میآید درباره تو و خانم وردورن چه فکری به سرم زده بود؟ بگو ببینم حقیقت داشت یا نه؟ با او یا با زن دیگری؟ اودت سری تکان داد و لبانش چین برداشت. حرکتی که مردم اغلب در پاسخ کسی میکنند که میپرسد به مراسم رژه میآیید؟ دوست دارید اسب سوارها را تماشا کنید؟ و مفهومش این است که نه، نمیروند، خوششان نمیآید. اما این گونه سرتکان دادن که معمولا برای چیزی است که بناست در آینده پیش بیاید، اگر برای انکار چیزی به کار رود که در گذشته رخ داده است، آن را به تردید میاندازد. آنگهی بیانگر دلایل و مصلحت‌های شخصی است و نه طرد چیزی و اخلاقاً محال دانستنش. با دیدن این حرکت، اودت که میگفت حقیقت ندارد، سوان فهمید که شاید دارد. اودت با حالتی خشم‌آلود و افسرده افزود: به تو که گفتم، خودت خوب میدانی. آره میدانم، اما مطمئنی؟ به من نگو خودت خوب میدانی، بگو تا حال با هیچ زنی همچو کارهایی نکردم. اودت چون کسی که درس پس می‌دهد با لحنی ریشخندآمیز و برای اینکه از دست او خلاص شود گفت: تا حال با هیچ زنی همچو کارهایی نکردم. حاضری به گردن آویز نوتردام دولاگت قسم بخوری؟ میدانست که اودت به آن آویزه قسم دروغ نخواهد خورد. آویزه یعنی گردنبند دیگه. اودت چون کسی که اودت با حالتی که بخواهد از تنگنای پرسش او بیرون بجهد تکانی خورد و با خشم گفت: آه که چقدر آزارم میدهی. دست برمیداری یا نه؟ امروز چت شده؟ واقعا میخواهی کاری کنی که ازت بدم بیاید، متنفر بشوم؟ درست وقتی که میخواستم دوباره مثل گذشته ها با هم خوب باشیم اینطوری ازم تشکر میکنی؟ اما سوان مانند جراحی که با تکان عصبی تن بیمار دست از کار برنمی‌دارد، بلکه فقط منتظر می‌ماند تا با پایان گرفتنش دست به کار شود، با نرمشی ساختگی و مجاب کننده گفت: اشتباه است اگر فکر کنی که ذره‌ای کینه از تو به دل دارم خودت. من فقط درباره چیزهایی که میدانم با تو حرف میزنم و همیشه هم خیلی بیشتر از آنی که به زبان میآورم میدانم، اما فقط خودت تو میتوانی با اعترافت سنگینی آنچه را که مرا از تو متنفر میکند، چون فقط از زبان این و آن شنیدم، سبک‌تر کنی. خشم من از تو به خاطر کارهایت نیست. هر کاری را به تو میبخشم چون دوستت دارم، بلکه به خاطر دروغگویی توست، دروغگویی مسخره‌ات که چیزهایی را که من میدانم همچنان انکار میکنی. آخر چطور میتوانی از من بخواهی همچنان تو را دوست داشته باشم، در حالی که میبینم داری چیزی را که میدانم حقیقت ندارد راست قلمداد میکنی و قسم هم میخوری؟ خودت این لحظه را که برای هر دویمان عذاب‌آور است اینقدر کش نده. اگر بخواهی تا 1 ثانیه دیگر تمام میشود و برای همیشه ازش خلاص میشوی. به آویزه از قسم بخور هیچ وقت از این کارها کرده ای یا نه؟ خودت با خشم گفت: آخر نمیدانم، شاید خیلی پیشترها، بدون اینکه خودم بفهمم چه کار میکنم، شاید 2-3 بار. سوان هر گونه احتمالی را پیش بینی کرده بود. پس واقعیت چیزی است که هیچ رابطه‌ای با احتمالات ندارد. به همان گونه که ضربه دشنه‌ای که بر ما فرود می‌آید با گذر آهسته ابرهای بالا سرمان چه واژه‌های 2-3 بار زخمی را انگار به شکل چلیپایی بر دل سوان نشاند. شگفتا که این 2-3 بار که چیزی جز چند کلمه در هوا و دورادور نیست، بتواند چنان دل را پاره کند که گویی به راستی آن را می‌برد، بتواند چون زهری به راستی خورده شده آدم را بیمار کند. سوان ناخواسته به جمله‌ای اندیشید که در خانه خانم سنتوورت شنیده بود: بعد از میزهایی که به حرکت در میآیند همچو چیز قوی ندیده بودم. رنجی که حس می‌کرد به هیچ از آنچه پنداشته بود نمی‌ماند، نه تنها از آن رو که در لحظه‌های اوج بدگمانی هم به ندرت